بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در جلسه پیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسول هدایت و رستگاری برای همه زمانها و همه انسانها سخن به میان رفت. در این جلسه در ابتدای رسالت یا میلاد سرور عالم سخن خواهیم گفت. همانطور که در جلسه پیش هم اشاره شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میراثی است برای همه بشریت. خداوند او را رحمت للعالمین، رحمت و شفقت برای جهانیان معرفی کرد، نه برای قومی و نه برای ملت خاصی. مسلمانان پیامبر را سرور عالم، سرور جهان هستی می نامند. حال شاید برای برخی این سوال مطرح شود که چطور محمدی که برای مسلمانان است و پیامبر مسلمانان است، چطور او را مسلمانها سرور عالم و سرور جهانیان معرفی می کنند؟ حالا بیاییم ببینیم که آیا واقعاً پیامبر خدا محمد مصطفی سرور جهانیان است؟ سرور جهانیان یا leader of the world، رهبر یک جهان و رهبر زمانها و مکانها، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آیا کسانی دیگر هم هستند که بشود آنها را سرور جهان و جهانیان نامید؟ هر کسی که ما بخوایم او را رهبر دنیا معرفی کنیم، رهبر جهان و جهانیان معرفی کنیم، باید دارای چند ویژگی باشد. از اولین شرطی که باید در او باشد این است که او برای سعادت یک ملت و یک قوم و یک قبیله تلاش نکند. هدف او تأمین سعادت و رستگاری همه بشریت و همه انسانها در همه زمانها باشد. انسانی که برای یک ملتی یا یک قبیله یا یک فامیلی تلاش می کند و در راستای به ثمر رساندن اون فامیل یا در راستای بالا بردن اون کشور یا اون منطقه هست، و به هر حال یک صفت ملیگرایی است که در اون شخص قابل ارج و قدردانی است. به طور مثال گاندی هند را از استعمار انگلیس جدا کرد. شخصیتی است بسیار ملیگرا و هندوها و هندوستانیها او را بسیار ارج می‌دهند و قدر می‌شناسند. حالا برای ما گاندی چه ارزشی دارد یا چه جایگاهی دارد؟ می‌بینیم که بودن گاندی یا نبودن او برای ما مردم هیچ اهمیت خاصی ندارد. علی جناح پاکستان را از هند جدا کرد.
پاکستانی ها او را یک رهبر و یک لیدر به حساب میارن، براش جشن میگیرن، جشن تولد، جشن نمیدونم وفات، هر چی که باشن. برای یک ملتی قابل ارج و تقدیر است، اما برای ملت هند یک شخصیت خائن است، چرا که او یک جزئی از هند را از مملکت هندوستان جدا کرد. همه شخصیت هایی که در تاریخ مطرحند، رهبران امروز آمریکا و قدرت‌ترین کشور دنیا، برای خود آمریکایی ها مورد احترام هستند، اما برای کشورهای زیر ستم و زیر استعمار آمریکایی ها یک مشت انسانهای دیکتاتور و طاغوت و خودپرست هستند. پس شخصیت هایی هستند ملیگرا، برای خود اون ملت، خود اون قوم قابل ارج و تقدیرند، اما برای ملت های دیگر یا ارزشی ندارند، یا بها و قیمت خاصی ندارند، یا اینی که دعوت و مرامشان برای اونها فایده خاصی نداره، یا اینی که اصلا در بین اون ملت ها منفور و چهره های بسیار زشت و مکروهی هستند، چرا که به خاطر ملیگرایی خودشان، به خاطر بالا بردن کشور خودشان، ملت خودشان، به ملت های دیگه ظلم و ستم روا داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیتی بود که برای همه انسانیت آمد، همه نظام طبقاتی را از بین برد، همه فرقهای قبیله‌ای را از میان برد، همه انسانها را با یک چشم نگاه می‌کرد. این است که اولین شرط یک رهبر و یک سرور جهانی بودن در او، در این ذات مبارک تحقق داشت. نقطه دیگری که باید در هر رهبر جهانی باشد او این است که برنامه و عمل و سیاستنامه و مرامی که تقدیم می‌کند برای بشریت مختصی قوم و قبیله نباشد. برنامه‌اش باید جهانی باشد و برای همه جهان قابل تطبیق و قابل اجرا و مناسب باشد و همه مشکلات و قضایایی که یک جامعه بشری با آن درگیر می شود را مد نظر داشته باشد. این تنها رسالت و تنها پیام آسمانی که تاکنون مانده است و تنها برنامه‌ای که بشریت با آن آشنا است و همچین عمومیت و همچین شمولیتی را در بر گرفته است، همان اساسنامه و مرام و دعوت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. شرط سوم اینی که راهنمایی و هدایت او مختص به یک زمان نباشد. کسی که ما می‌خواهیم او را به عنوان رهبر جهانیان معرفی کنیم، خب رهبر یک مرحله از زندگی بشریت نباشد، دعوتش برای همیشه باشد و همیشه تازگی خودش را حفظ کرده باشد، برای هر مشکلی که جامعه با اون روبرو می شود جواب داشته باشد، مشکلات جامعه را یکی یکی مد نظر گرفته باشد و این تنها دعوت و رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. مهمتر از همه این شروط و برنامه‌ای که ذکر شد، مهمتر از همه این است که اون برنامه و مرامی که برای بشریت تقدیم کرده است، اون مرام و اساسنامه‌ای و راهنمایی که برای بشریت تقدیم کرده است نظری نباشد. خودش اولا اون قضایا را در خودش تطبیق داشته باشد، خودش به نمونه و الگوی عملی رو برای بشریت تقدیم کرده باشد و در عین حال توانسته باشد یک جامعه نمونه بر اساس اون مرام نامه‌ای که خودش تقدیم می‌کند به جامعه بشری معرفی کرده باشد، خودش تربیت کرده باشد، خودش ساخته باشد که جامعه با دیدن اون شخصیت خودش، بشریت با خواندن اون مرحله از زندگی که ایشون داشتن، با اون جدول زمانی که درست کرده بودن، با اون جامعه‌ای که تربیت کرده بودن، خودش رو بتواند تطبیق بدهد و خودش رو بالا بکشد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ظرف تنها 23 سال یک جامعه نمونه به بشریت تقدیم کرد. جامعه ای که در همه مسائل اخلاقی نمونه بشر بود. جامعه ای که توانسته بود قضایای سیاسی، قضایای اقتصادی و همه مشاکل جامعه رو به صورت الگو و نمونه حل کرده باشد، برای هر مشکلی جواب داشته باشد. این است که مسلمان ها وقتی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را سرور عالمیان معرفی می کنند، هیچ اغراق نکردند، هیچ افراط نکردند و هیچ هم مبالغه‌ای در این مسئله نیست. پیامبر خدا به حق سرور جهانیان است و همونطور که ما در سیرت پیامبر خدا خواهیم دید، می‌بینیم که دعوت ایشان درست است که خطاب ایشان برای قوم عرب و در بین عرب بود، اما مد نظر ایشان و برنامه ایشان جهانی بود. در بین صحابه پیامبر خدا ما فارس داریم، رومی داریم، سیاه داریم، سفید داریم، ملت‌های مختلف داریم، همه در زیر چتر رسالت یکسان و برابر هستند. هیچ کسی را بر دیگری فضیلتی نیست، نه سیاه را بر سفید، نه عرب را بر عجم، نه مالدار و ثروتمند را بر فقیر، نه فقیر را بر درویش. هیچ کسی را بر کسی دیگر برتری نیست. همه در یک جامعه متساوی، در یک جامعه برابر حقوق و مرام برابری دارند. حالا وقتی که ما میاییم ترکیز میکنیم روی سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و میخواییم بگوییم که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیاز هر فرد از بشریت است. خواندن سیرت پیامبر نیاز هر انسان آزاده و هر انسانی که در پی ساختن خود و جامعه است میباشد. حالا میاییم ببینیم در این سیرت چه ویژگی ها و صفاتی است که این سیرت رو به این مرحله و به این درجه از اهمیت رسانیده است. ویژگی هایی که ما در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم، یکی از مهمترین این ویژگی ها این است که درستترین و صحیحترین سیرت یک پیامبر و یک اصلاحگر و یک انقلاب در تاریخ بشریت است. ما اگر بخوایم به سیرت پیامبران دیگر اشاره کنیم، هیچ پیامبری و هیچ رهبر و راهنما و چه دیانت آسمانی و چه دیانت خودساخته بشریت، ما کسی رو نداریم که سیرت و زندگی نامه او و حکایت زندگی او را به این درستی و تمامیت داشته باشیم. ما از حضرت ابراهیم هیچ اطلاع چندانی نداریم. تمام معلوماتی که تاریخ از زندگی حضرت ابراهیم دارد همون چیزی است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و قرآن آورده‌اند. بشریت غیر از این از ابراهیم چیز زیادی نمیشناسد، نمیداند، گرچه که ابراهیم پدر پیامبران شمرده میشود. بشریت از حضرت نوح اطلاع چندانی ندارد. آنچه هست همون چیزی است که محمد مصطفی و قرآن به بشریت تقدیم داشته است. بزرگترین دیانت ها و مطرح‌ترین دیانت های روز دیانت حضرت موسی علیه السلام. ما از حضرت موسی اطلاع چندانی نداریم. چطور بزرگ شد، چطور رشد کرد، چطور تربیت شد، جوانیشو چطور گذروند، دعوتش به چه مراحلی در چه مراحلی طی شد و نهایتاً وفاتش چگونه صورت گرفت. همه این زندگی موسی علیه السلام بسیار خلاصه در پیش یهودیان بسیار به صورت بسیار ناچیزی وجود دارد و آن هم در درست بودن آن اعتماد چندانی نیست، چون که سالها بلکه قرنها بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام نگاشته شده است.
درستترین و موثوقترین چیزی که ما از موسی داریم آن چیزی است که قرآن و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای بشریت تعریف کردند، آوردند. حضرت عیسی علیه السلام، کسی که شاید بزرگترین دیانت و بزرگترین پیروان را امروز داشته باشند، حضرت عیسی را خود مسیحیان نمیشناسند، زندگیش را چندان خبر ندارند. تنها جوانب بسیار کمی که در انجیل ها و آن هم انجیل هایی که سالها و قرنها بعد از حضرت عیسی نوشته شده، انجیل هایی که خود مسیحیان کسی در ثبوت و درست بودن اونها اتفاق نظر ندارند. آنچه که ما از حضرت عیسی میدونیم بسیار ناچیز است و آنچه که مسیحی ها میدونن بسیار ناچیزتر است. بهترین و درستترین اخباری که ما از حضرت عیسی و مادرشان داریم اون چیزی است که قرآن برای ما نقل کرده است و برای بشریت آورده است. اما سیرت و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از زمان تولد و از حوادث قبل از تولد ایشان تا زمان وفاتشان به صورت بسیار درست و از منابع موثوق و معتبر برای بشریت مانده است. در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و روایات بعد از ایشان و در زمانی که صحابه بودند، در زمانی که تابعین بودند، در مراحل بسیار نزدیک به زندگی ایشان همه چیز ثبت شده است. غیر از این قرآن کریم یکی از منابع اصلی و برای ثبت و نگاشتن سیرت پیامبر است. حدیث خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از منابع بسیار عمده در سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. ادبیات عرب، شعر عرب، حوادث عرب، تاریخ نگاری عرب، همه اینها یکی از منابع بسیار موثوق برای در مورد سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. خود کتاب‌های سیرت از اوایل از قرن اول شروع به نگاشتن شده است. پس ما در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منابع و مصادر بسیار موثوقی داریم. درست‌ترین و صحیح‌ترین سیرت یک پیامبر و یک انقلابگر و یک هادی بشریت سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. ویژگی دومی که در سیرت ما داریم این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیر، همونطور که بعضی از مستشرقین میگویند، زیر خورشید به دنیا آمده است. یعنی همه چیز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، از همه چیز پیامبر خدا، از همه حالات زندگی آن حضرت ما اطلاع داریم. از رفتارشون، گفتارشون، کردارشون، همه جوانب زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ولادت آن حضرت تا وفاتشان در اختیار ماست. این ویژگی خاص حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و ما در سیرت هیچ یک از پیامبران و مصلحان اجتماعی قدیم و جدید حتی به این وضوح نداریم. ویژگی سوم این سیرت پیامبر در واقع سیرت و حکایت یک انسانی است که به شرف رسالت نائل شد. خداوند او را به پیامبری برگزید. پیامبر بودن او و پیامبر شدن او را از غلاف بشریت، از پوستین بشریت خارج نکرد. پیامبر شدن او را فرشته یا یک موجود خیالی یا یک موجود افسانه‌ای نساخت. پیامبر شدن او و وحی نازل شدن او را خدایی نساخت، آنطوری که مسیحیان به حضرت عیسی علیه السلام نسبت ناروا میدهند. پیامبر شخصیت یک انسانی بود که خداوند او را به بشریت برگزید. شاید برای کسانی مطرح شود که اگر خداوند متعال کسرای آن زمان را
یا قیصر را یا یکی از امپراتورهای زمان را، یکی از دیکتاتورهایی که نصف دنیا را حکومت میکرد را به پیامبری برمیگزید، در ظرف یک هفته نیمی از دنیا مسلمان میشد. اما این منهج و برنامه الهی نبود. پیامبر خدا را خداوند از یک ملت ناشناخته و یک ملت بسیار عقب مانده و در یک جای بسیار دور و پرت از دنیای آن زمان انتخاب کرد. شخصی که خداوند او را ساخت. ما چرا اصلا به سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از پیامبر شدن ایشان اهتمام میدیم؟ این سوالی است بسیار بجا که اگر محمد مصطفی در 40 سالگی به نبوت برگزیده شدند، چرا ما فقط نمیاییم سیرت بعد از 40 سال را بخوانیم؟ چرا حتی سیرت قبل از 30 سال، چرا از قبل از تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دوران نوجوانی و جوانی، دوران مثلا ازدواجشون، قبل از این مراحل، همه اینا رو داریم ما در سیرت مطرح میکنیم و روش اهتمام میدیم. چرا؟ برای اینکه ببینیم چطور خداوند متعال این پیامبر را تربیت کرد. برای اینکه بیاییم به این نقطه برسیم که خود سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یک معجزه است، یک دلیل و گواه است بر صدق و درستی این رسالت. مگر نه اینکه افرادی که به پیامبر خدا ایمان آوردن در اوایل بر چه اساسی ایمان آوردن؟ اولین وقتی که پیامبریش را مطرح کرد، کی به او ایمان آورد؟ نزدیکترین کسی که با او احتکاک داشت، نزدیکترین کسی که او را خوب می شناخت، همسرشون حضرت خدیجه. حضرت خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین کسی است که به او ایمان می آورد. چرا؟ چرا که او را شناخته است، با او زیسته است، زندگی او را از نزدیک لمس کرده است. حضرت ابوبکر رفیق نزدیک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که سالیان با او صداقت و رفاقت داشت، از اولین اشخاصی است که ایمان می آورند. زید بن ثابت که در داخل خانه پیامبر